حالا رسول اکرم لا یدفع عنها الا منافق معلوم النفاق، از مسجد کسی عقیب میموند که او منافق است. گفتند این خیلی وعید سخته بچه های خوش رو. معنای منافق کافر. نه از مسجد کسی میگریزد، از مسجد کسی دور میشود که وای به ایمان به خدا ندارد، وای باوری به جنت و دوزخ ندارد، بنابر مسجد نمیبیاد. کسی که مسلمان است و ایمان به خدا داره وای مسجد دوست میداره، وای مسجد میبیاید لحظه با خدا مناجات میکنه، با خدا راز میگویه، با خدا صحبت میکنه، دعا میکنه خدایا رزق من فراخ کن، خدایا عمر من دراز کن، خدایا فرزندای من اهل توفیق کن، خدایا من از آفتان نگه دار. شما دعا کنه خدا رزقاتان فراخ میکنه، شما دعا کنه خداوند حاجتاتان میفرجه. بنابر کار کنه که مسجد از نمازخوان پر باشد.